مخالفان سیاسی تاجیک را که در خارج فعالند و هدف رسیدن به قدرت را دارند در داخل کشور جزئی از نظام سیاسی نمی‌دانند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد گفت که در دایره طرح استراتژی رشد دولتداری، امنیت ملی و حفظ منفعت‌های ملی این گروه‌ها خطری به ثبات تاجیکستان دانسته می‌شوند. نظام سیاسی جمهوری تاجیکستان هم امروز این گونه معیارها و طلبات‌های حقوقی را برای جامعه پیشنهاد نموده است در شکل سندهای معیاری حقوقی و هم دلخواه حرکت و حزب‌های سیاسی که این ارزش‌ها را اعتراف می‌کنند و از آنها پیروی می‌کنند امروز در نظام سیاسی جاری جمهوری تاجیکستان جای دارند و فعالیت بی‌مانع را برای آماده ایستاده‌اند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر مخالفان خود را سازمان‌های اکستریمیستی و تروریستی دانسته از صحنه سیاسی بیرون کرده است. سیف الله سفروف معاون پیشین رئیس حزب خلقی دموکراتی و از کارشناسان جانبدار حکومت میگوید نیروهایی که با گروه‌های افراطی رابطه دارند تهدیدی درجه اول به امنیت تاجیکستان شمرده می شوند. البته آنهایی که با تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی وابسته‌اند و عاقبتش باز به تروریسم میبرد، اونها بسیار جدی هستند. با اونها را مبارزه بردن لازم، اونها را کافتن در کار یافتن لازم. لیکن با اینهایی که خودشان را اپوزیسیون میگویند و مثل باز همون گروه 24 و پیمان ملی و دیگرها، با اینا هیچ بحث کردنش بیفایده. اما الهام جان یعقوبوف معاون رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی خود و هم حزبانش را عضو جامعه شهروندی تاجیکستان و از مخالفان حکومت می‌داند که در پی اصلاحات سیاسی با راه‌های آسایشته هستند. مناسبت مقامات که ما را با انگیزه‌های سیاسی اکستریمیستی و تروریستی متهم می‌کند یک تلاش است برای سرکوبی هر گونه فکر دیگر و بازداشتن هر گونه مخالفت مسلط‌آمیز است. ما ضد خشونت، ما ضد افراطگرایی و جانبداری اصلاحات مسلط‌آمیز هستیم. شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگشت در هلند میگوید صرف نظر از سرکوب و بی‌اعتنایی به مبارزه سیاسی خود ادامه می‌دهد. ما از این حکومت هیچ امیدی نداریم و ما از این حکومت طلب داریم که هر چیز زودتر زندانیان سیاسی را آزاد کند و همه گونه تعقیب و فشارها را برای آزاد اندیشان بس کند و در غیر این صورت تمام این بحرانی که به وجود میاد این بعد مسئولیتش بر دوش حکومت است. پس از پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح میان حکومت و نیروهای مخالفین، مبارزه سیاسی عمدتاً در داخل تاجیکستان صورت می‌گرفت. اما از سال 2010 تا 2015 بیشتر سازمان و نیروهای سیاسی فعال در داخل و خارج کشور افراطگرا دانسته شده فعالیتشان در داخل کشور منع شد. نهادهای بین المللی حکومت تاجیکستان را تنقید کرده گفتند که این کار سرکوب و از میدان دور کردن رقیبان سیاسی است. در پی این اکثر این نیروها در خارج از تاجیکستان عمدتاً در کشورهای اروپایی دوباره سازمان و ائتلاف‌های نوی سیاسی تأسیس دادند که ادعا دارند رژیم سیاسی را در داخل تغییر خواهند داد، ولی حکومت آنها را چون نیروی معتدل سیاسی نمی‌شناسد و بجای آنها در داخل 5 حزب سیاسی را حمایت می‌کند که بیشتر چون حزب‌های کیسگی معروفند و فعالیت مستقل سیاسی ندارند.